کمک و دستگیری یتیمان و نیم یتیمان ظاهر نمودن غمخوری در حق این طبقه جامعه از زمره فضیلت‌های نیک انسانی محسوب می‌یابد، زیرا این اطفال که با امر تقدیر از محبت پدر و مادر در کنار مانده‌اند بیشتر به توجه و دستگیری نیاز دارند. روابط پروکراتور ولایت ختلان در زمینه تطبیق سیاست انسان‌پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام خیرخواهانه و انسان دوستانه را نسبت تربیت گیرندگان مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم و بی‌پرستار ناحیه قبادیان سامان دادند. با مقصد تامین نمودن احتیاجات تربیت گیرندگان مکتب اینترنت یک مقدار رجوع و اشیاء لازمه دسترس نموده همزمان بهر این اطفال تحفه‌های عیدانه تقدیم کرده شد. ضمن همایشی که با اشتراک نمایندگی پروکراتور ولایت و اهل این درگاه دایر گردید گفته شد که روابط حکومت مملکت در سیاست انسان دوستانه خود دستگیری یتیمان و نیم یتیمان را در مد اول گذاشتن نمیگذارد که آنها خود را یکه و تنها احساس نمایند. فراهم آوردن شرایط خوب تعلیم و تربیت در مکتب اینترنت ها، خانه پرورشگاه ها و پیوسته مورد کمک و دستگیری قرار گرفتن تربیت گیرندگان چنین مؤسسه های تعلیمی بشارت آن است که روابط حکومت کشور همیشه پشتیبانی از این طبقه اهالی میکند. کارمندان پروکراتور ولایت ختلان تصمیم گرفتند که بهر عملی نمودن سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان با خانه اینترنت یتیمان ناحیه قبادیان تحفه‌های سال نوی پیشنهاد نمایند و با 33 نفر یتیمانی که امروز یتیمان کل و یتیمان در این تعلیمگاه تعلیم و تربیت گرفته ایستادند، با آنها از طرف ما یاری هم مادی هم معنوی رسانیده شد. تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی مذکور از توجه نوبتی اظهار سپاس نمودند. همچنین در این روز برای این اطفال خانه عیدانه آراسته شد و خوانندگان شعر و ترانه خوانی نموده شادی و نشاط خود را از دستگیری های پیوسته به این وسیله بیان داشتند.